ولی یک قصه بسیار مشهور دوره حضرت عمر ده، همون یکی از شهرهای در ملک شام، غساسانه گفتگی ملک شام، در ملک شام یکی از گویم همون آخران پادشاهی که در همون زمانی میلادی قطعی میگن 632 638 همگی 6 سال نفری به نام جبلته ابن ایهم، همین آدم میگد اصلا در اونجا نصرانی ها بودن. این آدم نصرانی بود خودش. همین آدم در همونجا میگد پادشاهی میکرد. عهد حضرت عمر ده میگد خدا در دلش یک در آورد و او میرم اسلام میارم. همین آدم بعدن میگد وقتی که آمد به مدینه، حضرت عمر میگد بسیار استقبال زیباش گرفت، بسیار استقبال زیباش گرفت. همین مردک پادشاه کلمه را عرضه کرد، اسلام آورد. بعد از آن با حضرت عمر مصلحت کردند که چی میشود که حج بریم، یک جای طواف کنیم، یک جای حج کنیم، با گشته بیاییم. حضرت عمر گفت بسیار خوب میشه، میریم. رفتن مکه، در گرد خانه کعبه برادرها طواف میکردن. بناگاه یک فقیر را میگه از بنی فزاره، میگه همین فقیر میگن نافهمیده ازار همین ابن ایهمه، همین پادشاه را که نو اسلام آورده، همون ازارکش میجقه، نافهمیده ازارش میجقه. این مردک یک عمر پادشاهی کردگی میگرده، میبینش یک فقیری همتری به صاحب چوب همین یک مش در بنیش میزنه. میگه تو کاری چی تو؟ میگه نمیبینی؟ اگه برادرها این فقیر حضرت عمر که دیده است دویده میگه میروه مقصد بنی شکستگی و بنی پریخون قطعی. حضرت میگه همین مردک میگه حاضر من نفهمیده پوچک شجه قیدم، این همی یک مش در بینی من زد. حکم که حضرت حق من از این آدم من طلب دارم، ها عدل بینی نک. میگه درم فیروز که اینجا بیا. گفت ابن ایهم. گفت چی پای؟ گفت همین را خودت زدی؟ گفت ها من زدم. برای چی زدی؟ گفت پاچه ما جقید. گفت قصدن کرد؟ گفت نه نادیده. خیلی گفت قصدن نکرده باشه، نادیده کرده باشه، در اسلام یک قانونه، یا عذرخواهی که بگو بخشش که همین کار من کردم، یا مستی یک مش در بنید میزنه. این مردک یک عمر حاکم گفت، عمر گفت در این دین شما منم یکم ایم یگه. گفت ها هر دد یکین. گفت این دین گفت همین خیلی دینی است که هر دد یکین. یگان گفت من از این فرق نگو، فرقیت نداره. فرقیت گو الله گفت است این اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی نزد خدا میترسد بهترین شما گو هم کسی که از من میترسد. بعد گفت این خیلی باشه گو مرا یک مهلت بده من فکر کنم، مثلا مرا گردنم یاری نمیده که من یادم از بخشش پرسم. حضرت عمر گفت چی مقدار وقت در کاره؟ گفت همیشه یا فکر کنم. همیشه شب شد، همه یمو نفرهایی که قطیش بدن همه اکشا گرفت و ای مکه فرار کرد. فرار کرد برادرای عزیز طرفی همین استانبول امروزه، این را همون گویم قسطنطنیه میگن یا کنستانتینوپل. این خیلی چند نام داشت. این استانبول اصلا پیشینه این را ویزانتیه هم میگفتن، چند نام ها دارده، مقصد اکود نام های قدیمینه پیشش. بعد به همجا را فرار کرد. ابن اساکیر میگه که وقتی به اونجا را رفت از دین اسلام گشت، مرتد شد و با همون مرتدیش بعد دنیا را پدرود گفت. لیکن گپ در سر این برادر عزیز که این اجرا کردن عدل بی
برای حضرت عمر فرقش تو میگریزی، تو میستی و همه قانون اجرا کنه که در پیش خداوند جوابگر نشود.